سلام دوستان، چطوری؟ خوش اومدید به یکی از ویدیوهای دیگه. من تو این ویدیو اومدم داستان یه ولاگری که میره ولاگ های خونه ترسناک و خونه متروکه، قبرستون، این جاهای ترسناک رو ولاگ میگیره و اتفاقاتی براش میفته که من تونستم از چنلش پیدا کنم و برای شما آماده کنم. پس قبل از اینکه ما بریم سراغ ویدیو، حتما چنل من ساب، ویدیو لایک و کامنت دلی هر چی داشتیم بذارید و جای نرید. بریم سراغ این ویدیو. Spot. Look at that thing. What the that thing? It's going back to his little spot there where I first seen it. I'm gonna get the truck. I'm gonna see if I can do another drive-through through here. I don't know if that's a homeless person. I think it lives out here. Whatever that thing is, I think it lives out here. I'm gonna get my truck. I'm back in the graveyard. I just got my truck. I heard some weird howling noise going on through there. And you won't believe this. ویدیو اولو دیدی. این ولاگر در حال اینکه داشت ولاگشو میگرفت، یک کسی از جلوش رد میشه که فیلمش میکنه و بریم سراغ ویدیو دومش هم ببینیم. Holy shit. It's they're walking in the middle of the street. What is that? What do you want? What is that? Oh, I don't know what that is. Oh my god. دوتا ویدیو این ولاگر رو دیدیم. خب این ولاگر تا دلتون بخواد ویدیو گذاشته، ولی این دوتا رو یکی از ترسناک ترین هایی که حالا من تونستم از چنلش پیدا کنم گذاشتم براتون و براش احتمال فیک بودن، اسب بودن و دیگه به عهده خودتون میذارم. و این هم از این ولاگر بود. حتما اگه نظری، چیزی، کامنتی، هر چی داشتین تو کامنت ها برای من بنویسید و دیگه حرفی نمیمونه. تا ویدیو بعد، بدرود.